Hiç kimim yok benim. من هیچ کس ندارم. هیچ کس مرا نگاه نمی کند. بچم هم نگاه نمی کند. نازیمه رحیموی تاتارتبار به گفته شوهرش از روسیه اول به ازبکستان و بعد به ناحیه اشتی تاجیکستان آمده و در اداره حفظ اجتماعی اهالی سالیان زیاد کار کرده است. بعد نفقه خور شدنش از طرف ادارهش به خانه پیرانسالان شهر خوجند جایگیر شده است. او 82 ساله و صاحب 2 فرزند است ولی میگوید سالهاست که فرزندانش به دیدار مادرش نمی آیند. Yaksa biz. Bunlar bilen. Şular bilen oturamın diye. برایم با همین مرد بودن خیلی خوب است. حتی برای حاجت خانه رفتنم کمک میکند. خودم تنها باشم خیلی غمگین میشم و گریه میکنم و دست و دلم به هیچ کار نمیرود. فقط دراز میکشم و خواب میروم. به این مرد برای تنها ماندنم میترسم. همین مرد هست که فقط از پیام میشود. Şu adam bilemiyor من tolke. من بیام این نبود. من آمدم با ساندن آن آمد. ساندن گازه نکره چندی شدیم. ساندن دیرکتر دانشجو. هر دمای یخت کرمان. یخت خانه دار. هر دمای خدمتش میکنیم. خدمت من این میکنه. علی اینا ما. تلقونبای توماتوف زاده دهه مهبری شهر اسفره است و 86 سال دارد. به گفتهش صاحب 3 فرزند از 2 عائله است ولی گردش روزگار او را بیش از 10 سال باز به خانه پیرانسالان آورده است. تلقونبای میگوید شناسایی او با نازیمه گردشی نوی در حیاتش گردیده است. اکو این سال وای سال خام شده را میره رحمم آمده من وای شدم ده چند تا از پاورا مرده برا و دیگه شکری نمیشه این بعضی را میرد بود من گفتم من با معقول من من دعا شکرم شد گفتم دیگه گفتم نه. به گفته تلقونبای و نازیمه آنها جمعاً در یک ماه 60 سامانی نفقه میگیرند. آنها میگویند با سبب گم کردن دفترچه مهنتی چنین نفقه میگیرند ولی میتوانند با این مبلغ مستقلانه زندگیشان را پیش برند. اگه ما باید تا خانه باشد خود پیشینه بایم خواننده زندگانی کنیم مگویم تا حیات هایی همین اینجا نه خانه باید نیه خدا ما نگاه میکنم خدا ما پینسما خدا ما میرسد هر دمای پینسما هم تو میرسد یک تنانه دو روز میخوریم ما دو. در مرکز منطقه‌ای خدمترسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند بیشتر از 60 نفر زنان و مردان کلانسال زندگی میکنند و آنها زیر پرستاری دولت هستند. با آنها همشیره‌های شفقت و طبیبان خدمت میرسانند. به گفته مسئولان این مرکز در بینشان نفرانی هم هستند که نیت همخانه شدن دارند. شد اخلاق کالاتو میشد من مثلا خورشید کدی و ظریف جان یکتا شد هدوش اولینده یکتا نبود هدوش خانه‌شان جدا بود من و هایم توی کده یکتا شدن اکنون مشاهده هست که اینجا یک با 3-4 نفرایی هستند که میخواهند یکتا شوند. هرچند در جامعه سنتی تاجیکستان دور از پرستاری پیوندان و فرزندان ماندن شخصان کلانسال را مایه نکوهش می‌دانند، اما با این وجود آمار شخصان بی سرپناه و یا به چنین مرکزها آورده شده افزایش می‌یابد. تنها در این مرکز نگاه‌وبین چنین اشخاص نزدیک به 5 نفر در یک سال افزوده است. عده‌ای از آنها در چنین جای صاحب همسر حیاتی گردیدن را مژده از حیات نو می‌دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.